سلام های گلاب، خیلی خوش اومدید به گیلان. گوهری هستم از گیلان مدیا. سلام عرض ادب، خیلی ممنونم از شما که این مسابقه رو دارین انجام میدین و یه خوش آمد به تمام بینندگان خوبتون میگم و سلام عرض ادب دارم خدمتشون و خدمتتون. عالم خرابه با خاطره هاتم بدم، شاید که بعد از این هر کاری دست زدم، من هنوزم به یادت میافتم، ولی به خودم قول شرف دادم ادامت ندم. کنسرت دیشب چطور بود؟ راستش فوق العاده خوب بود، انقدر خوب بود که من هنوز از دیشب انرژی دارم و دوست داشتم که دوباره این کنسرت ادامه داشت و دوست نداشتم تموم شه. راستش بخوایم خب گیلان و رشت حالا و اطراف جزو شهرهایی که من خیلی دوست دارم، چون من خودم پاییزیم و فضای بارونی و خیلی دوست دارم. انرژی خیلی خاصی میگیرم از این آب و هوا و مردمم. دیشب حالا نمیدونم چه جوری بود، فوق العاده بودن تو کنسرت و من واقعا لذت بردم. میگم دوست نداشتم اصلا این اجرا تموم شه. باعث افتخار گیلانی است. چندمین بار تشریف آوردید گیلان؟ چندمین بارشو دقیقاً، ولی فکر کنم بالای 5 باره که اومدم. بعد کنسرت های گیلان در مقایسه با کنسرت های شهرهای دیگه چطوره؟ ببینید هر شهری خب فضاهای خاص خودشو داره، هر جا یه جوری لطف دارن به من، ولی خب جزو شهرهای رشت که من واقعا لذت میبرم از مردمانش، از رفتارشون، شخصیتشون. حتی تو سالن خیلی یه چیزایی واسه ما شاید خیلی حالا مهم باشه، این که خیلی رو ضرب سینک با من همخونی میکنن، ضرب خوب میشناسن و موزیکا رو خیلی خوب حفظن، اشتباه نمیخونن. و خیلی چیزی که برای من جالب بود این بود که تمام ترک‌ها رو، حالا یه سری ترک‌ها بیشتر شنیده شده، یه سری کمتر، ولی تمام ترک‌ها رو با من همخوانی می‌کردن و این انرژی به من خیلی خوب دیشب منتقل شد. خدا رو شکر خیلی خوب بود. از خواننده های گیلانی کسی رو میشناسید که کاراشو دنبال کنید؟ اگه اشتباه نکنم آیه همای فکر کنم. بله میشناسم. چقدر با گیش گیلانی و موسیقی گیلانی آشنا هستید؟ من بچه بودم فیلم پس از باران رو خیلی دوست داشتم و موزیک اون فیلم رو خیلی دوست داشتم و همیشه از پارسال دوست داشتم که میام گیلان حتما اون موزیک رو بتونم اجراش کنم، ولی از سر اجرای زیادی که داشتیم تو این چند وقت فرصت نشد تمرین کنم، ولی قول میدم دفعه بعد اومدم رشت حتما اون ترک رو بتونم برای مردم خوب گیلان حتما اجرا کنم. پس سورپرایز داریم دفعه بعد. حالا شاید هم باز ترکای بیشتر. آقای همایی که حالا معرف حضورتون هم هستن، اخیراً توی کنسرتشون یه چند تا صندلی گذاشتن برای کسایی که حالا نمیتونن و بضاعتشو ندارن که بلیط تهیه کنن و حالا به هر حال میان توی هر سری کنسرت یه چند نفری به این صورت میان از طریق دایرکت یا حالا پیام هایی که به ایشون ارسال میشه. شما یه همچین برنامه‌ای دارید؟ من نمیدونستم ایشون همچین کاری کرده، ولی اگه کرده واقعا کار خوبیه. خب بعضیا، من خودم دیشب دایرکتمو چک می‌کردم، خیلی‌ها به من گفتن ما خیلی دوست داریم کنسرتت بیایم، ولی خب نمیتونیم از پس هزینه‌اش برمیام. ما حالا یه سری چیزا اینجا گفتن نداره، جلوی دوربینم بگیم حالا خیلی‌ها میگن ریا میشه، ولی من خودم خیلی از این کارا کردم. خیلی و دوستانی که تواناییشو نداشتن کنسرت من خودم دوست داشتم که بیان، واقعا لذت میبرم چون ازشون انرژی میگیرم. خیلی کار زیبایی کرده ایشون، منم تا اونجا که تونستم تا الان کردم و از این به بعدم ان شاءالله اون چیزی که در توانم باشه مطمئن باشین که این کارو انجام میدم. خیلی از همکارای دیگرتون اعلام کردن که به خاطر شرایط اقتصادی بدی که الان توی جامعه هست قصد دارن که کنسرت‌های خیابانی اجرا کنن. شما چطور؟ منم تو اون لیست بودم که اعلام کردم همچین اتفاقی اگه بیفته خیلی هم من استقبال میکنم و همچین گروه هم خیلی هم خوبه. امیدوارم که مجوز این کار صادر بشه که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم و قطعاً این کار من انجام میدم. حتی من تو فکرم بود که حالا یه خورده شرایط خودم بهتر شه، اگه با شرکت موافقت کنه بتونیم حتی کنسرت‌های رایگان هم بذاریم، حالا نه خیابانی، حتی مثلا هزینه‌ش هم با خودم باشه و من مطمئن باشین این کارو در آینده حتما خواهم کرد. کار جدیدی تو راه هست؟ کار جدید که خیلی داریم. الان هم آلبومم آماده است که 14 ترکه و تک ترک‌های زیادی زدم تو فضاهای مختلف. خیلی کار زدم. حالا ان شاءالله امسال یه تعدادیشو میدیم. آلبومم اگه برسونیم که 100% داریم سعیمون می‌کنیم که برسونیم. شنیدیم که به زودی یه آهنگ با ژانر ملی به عنوان سورپرایز از سمت شما حالا تو راهه. نظرتون رو بخوایم یه ذره بیشتر راجعش صحبت. راستش حالا پرسیدین، قراره که فعلا
گفته نشه، چون من اجازه ندارم از اون شرکتی که حالا صحبت کردیم باشون، ولی اونم احتمال خیلی زیاد تو این یه هفته مشخص میشه و کار بسیار خوبی هم هست. من خودم خیلی دوست داشتم روی این ژانر بخونم و با یه شاعر خیلی خوب که قسمت نبود تا الان باش کار کنم، آقای روزبه بمانی. خیلی سال بود ما قرار بود با هم کار کنیم ولی نمیشد، تو این کار اتفاق افتاد و مطمئنم که کار خوبی میشه ان شاءالله. تو خیلی از صحبت‌ها و مصاحبه هاتون گفتید که از 7 سالگی سنتی کار می‌کردید. برای طرفداراتون روزی پیش میاد که آقای امیرعباس گلاب به صورت سنتی یه آهنگ بده بیرون؟ ببینید من هیچ وقت خودم رو درگیر یه سبک نکردم، حالا بی احترامی نشه، من موسیقی سنتی خیلی دوست دارم چون پدرم کار می‌کرد و دوست داره و میخونه، ولی احساس میکنم همیشه تو موسیقی سنتی چارچوبیه که اجازه نمیده تو اون دستگاه خارج بشی و این چارچوبه رو من خیلی خودم دوست ندارم. ولی خب موسیقی سنتی تحریراشو و بعضی از کارا رو خیلی دوست دارم. قطعا این کارو قبلا هم کردم، بعدا هم میکنم. یعنی کارهایی دارم که بخواد تحریرای سنتی توش باشه، تلفیقی باشه و دوست ندارم توی سبک، دوست دارم هر دفعه یه سری خلاقیت باشه، حالا تو سبک‌های مختلفی کار کنم، ولی به عنوان سبک فیوژن و تلفیقی حتما در آینده این کارو خواهیم کرد. خیلی‌ها اعتقاد دارن که شما خواننده همه نسل‌ها هستین، هم پاپخونای قدیم هم پاپخونای جدید. باعث میشه که مثلا آقای حامی یه فیت دادید باهاشون، یا آقای هیراد پایین پستتون اونطور نوشتن استاد. یه ذره بیشتر برامون صحبت می‌کنید؟ دوستان که لطف دارن، ولی خب من چون از سن خیلی کم موسیقی رو شروع کردم، با یه سری موسیقی‌های بزرگ شدیم که خب من بابک بیات، استاد بابک بیات رو روشون هم شاد باشه، من خیلی دوست داشتم کارایشون و خودم سعی می‌کردم ملودیایی که بسازم همیشه تو اون فضاها باشه. کارهای قدیم منم بوی همون موقع رو میده. یه سری طرفدارا اون موقع به دست آوردم که بهشون میگیم حالا طرفدارای قدیمی‌ترن که الانم هی از من کارهای اون تیپی میخوان و من تو آلبوم خیلی از اون کارا براشون ساختم که فعلا تا یه مدتی بتونم تغذیه‌شون کنم. ولی خب وقتی تو مارکت موسیقی ایران میای با یه سری چیزای دیگه مواجه میشی که مجبور میشی یه سری فضاها رو، یه سری ذهنیت‌ها رو بشکنی، حالا یه سری کارا از اون ور داشته باشیم، یه سری تینیجر رو بخوایم اضافه کنیم، اینا تلفیق میشه با هم. خدا رو شکر من تونستم حالا هم طرفدار قدیمیمون نگه دارم، هم مثلا تو کنسرت‌های من میان و یه سری تینیج هم الان جدیدن اضافه شدن تو این 1-2 سال اخیر و من سعی میکنم که هی غیر قابل پیش بینی باشم تو موسیقی، یعنی هر ترک که میدم مشخص نباشه تو چه سبکی و کجا رو زدم. برای همینم این باعث شده که همه جور قش تو کنسرت‌های من باشن و لااقل چند تا ترک باشه که تو ترکام دوست داشته باشن اصلا. همین که غیر قابل پیش بینی هستید، همه در واقع سنین باعث میشه که بیشتر جذب بشن. حالا دیگه طرفدارت نمیدونه الان تو دیگه تو چه سبکی داری کار میدی، الان با کی کار کردی، موضوع شعرت چیه، ولی خب بعضی خواننده‌ها هستن یه دفعه میبینی چند سال شما قشنگ دیگه پیش بینی می‌کنی، میدونی داره الان چه کاری میده، ملودی چیه، فقط شعرها عوض داره میشه، ملودی همونه، تنظیما همونه. ولی خب من خودم چون آدم صفر و صدی ام، هی دوست دارم همه چی هی فرق کنه با هم، هر روزم با هر روزم فرق کنه و هر موزیکم با موزیک مثل قبل نباشه. برای همینم خب این اتفاق افتاده تو موزیک من دیگه. به عنوان صحبت پایانی برای تمام هوادارهای گیلانیتون و مخاطبای گیلان مدیا صحبتی دارید؟ در خدمتی. خیلی ممنونم، صحبت خاصی نیست، مرسی که حمایتم می‌کنی. من فکر کنم بیشترین فن پیج ها، حالا نه قطعاً بگم، ولی تو رشت میدونم که خیلی زیاده، ازشون تشکر میکنم کسایی که منو حمایت میکنن و امیدوارم که بتونم همینجوری این سعودی رو بریم بالا و بتونیم که اینا رو راضی نگه داریم. و مرسی از شما که با من مصاحبه کردین و یه تشکرم میکنم از شرکت خوب اکسیر نوین که این 1 سال خیلی به من کمک کرد که کارامو انجام بدم، مجوزا رو بگیریم و بتونیم توی مسیر خیلی خوبی با آرامش دل طرفدارمون رو شاد کنیم. انشالله که موفق باشید و بازم ما شما رو تو گیلان ببینیم. انشالله، من که از خدامه. خیلی متشکرم، ممنونم.